پزشکیان رئیس جمهور میگه سالی 150 میلیارد دلار بله این یارانه به صورت پنهان داره. من میگم یارانه ادعای دروغ بزرگه این جدول ملاک منه. پس و مثل این جدول قانون بودجه است، میگه 77 میلیارد دلار ما یارانه پنهان گاز میدیم. ما چقدر تولید گاز داریم سالانه؟ 250 تا 260 تا 270 تا 280 که نیست، 200 که نیست، عدد همینه. 250 تا 260 میلیارد متر مکعب ما مصرفمونه که باید این رو از سازمان برنامه بپرسیم که مثلا منطق اون 77 چیه تا من بتونم اون رو رد یا تایید کنم. من الان نمیتونم این کارو بکنم. اخلاق فنی رو اجازه نمیده. این جدول منشأ اون 150 میلیاردی که رئیس جمهور اعلام میکنه. مصیبت اینجاست. یارانه ای که مردم به دولت میدند دولت نمیبینه. 10 واحد مردم به دولت یارانه میدن، دولت نمیبینه. 1 واحد پخش میکنه، خدا میدونه به مردم میرسه یا نمیرسه، اون منت میذاره سر مردم. بعضی از جاها جسارتا نکته مقابل حرف خودم رو حتی تو حرفای شما پیدا نمیکنم. فرمودید که به ملت چیزی نمیرسه. بسیار خوب، ما اینجا هم نظریم، ولی یه چیزی داره پرداخت میشه بالاخره. اینی که پرداخت میشه، کی پرداخت میشه؟ اینی که پرداخت میشه داره به همون چای دفش پرداخت میشه. تکلیف مردم چیه مثلا؟ آفرین. خب عرض داره به حساب. چرا؟ چون این مال مردمه. خب به وقتی به مردم نمیرسه چرا اسمشو باید بذارید یارانه؟ آی رحیملو اجازه بدید پرداخت انتقالیه، یارانه سر لفظ که دعوا نداریم. نه چرا